نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد. از درس دیروز که این سوره مبارکه آغاز شده بود خدمت شما عرض کردیم که موضوع این سوره جواب یک شبهه‌ای هست، یک اشکالی هست و اون اشکال اینه که شما که میگویید غیر از خدا را نباید فریاد زد و نباید از غیر خدا استمداد طلبید، ما در بعضی کتابها این مطلب را با چشم میبینیم. این مطلب در بسیاری از کتابها ثابت شده هست که خداوند عزوجل در جواب فرمود كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. اللهی که عزیز الحکیم هست اون به صورت کامل وحی که فرستاده به سوی شما و به سوی پیشینیان. مطلب اینه که وحی شما مشترک است، هیچ فرقی و هیچ تفاوتی با هم ندارند. ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون. همه انبیا دینشون یکی هست، خلاصه اون دین و انا ربكم فاعبدون، من پروردگار رب و معبود شما هستم، فقط منو عبادت کنید. بس الله تعالی اینو میگه. البته اینجا بیان میشه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که برای این مهم فرستاده شد با قرآن و کتابی به زبان عربی، اما به خاطر اینکه همه عالمیان را، اطراف ام القرى را، ام القرى و من حولها، تمام کسانی که اطراف ام القرى هستند اونها را بترسوند و اونها را بیم بده، برای اونها پیام خدا را برساند. از اینجا ثابت میشه که رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم برخلاف بقیه انبیا منطقه‌ای نیست، قومی نیست. هر پیغمبری برای یک قوم مبعوث میشد،
یا برای یک شهر، یک منطقه، یک روستا. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم رسالتش جهانی، بین المللی و همگانی هست، برای همه هست. در این آیه شریفه همین اعلام میشه. و کذالک، این کاف هم مثل کاف های گذشته برای بیان کمال است. وقتی که برای بیان کمال باشد معنیش این هست که از کمال ما هست، از کمال ما هست که اوحینا الیک قرآنا عربیا، ما وحی کردیم، فرستادیم به سوی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم قرآنی که به زبان عربی هست. این نعمت خداست، کتاب را به زبان خود مخاطبین فرستاده. اما هدف از ارسال، فریضه رسول چیه؟ لتنذر ام القرى و من حولها، تا که به وسیله این قرآن بترسانی باشندگان ام القرى را. ام القرى به مکه مکرمه میگویند. چرا به مکه مکرمه ام القرى میگویند؟ چون در مرکز است، در وسط است. بقیه قرى و شهرهای جزیره العرب تمام از هر طرف مکه را محاصره کرده. و اگر ما نگاه بکنیم از نظر جغرافیایی در تمام عالم هم مکه در وسط است، در مرکز است. علمایی که مناطق را، بالخصوص علمای فلکیات، مناطق دنیا را از نظر رؤیت ماه و غیره، از نظر تولد ماه، رؤیت ماه به سه بخش تقسیم کردند. یک بخشی که منطقه شماره 1 هست، طرفهای آمریکا و کانادا. یک بخشش شماره 2 هست، در وسط واقع میشه که سرزمین عربستان اینجا واقع هست. و یک بخشش شماره 3 هست یا منطقه 3 هست که بلاد ارز کنم آسیایی، اما آسیای دور مثل پاکستان و هندوستان و برو اون طرفتر، بیشتر به طرف شرق اینا هستند. و این مناطق امکان داره که از نظر رؤیت بین منطقه اول و منطقه سوم مثلا 2 روز فاصله باشد. شاید امشب در منطقه 1 ماه دیده بشه، اما در منطقه 3 2 شب بعد دیده میشه. گاهی اینطور میشه، گاهی 1 شب فاصله میشه، گاهی 2 شب. ولی سرزمین مکه مکرمه از این تقسیم، از این جهت در وسط واقع شده. و لذا از یک جهت که ما نگاه بکنیم نسبت به بلادی که اطراف هستند، مکه ام القرى هست، در وسط است. اما از نظر تمام دنیا هم مکه در وسط است. پس به این خاطر بهش ام القرى میگویند. و من حولها، اطراف از و من حولها عمومیت بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت میشه که فقط برای اهل مکه فرستاده نشد، تمام شهرها و بلاد و کشورهایی که اطراف مکه هستند تمام دنیا را شامل میشه. ذا الله می فرماید و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا، ما فرستادیم، وحی کردیم به سوی شما. از کمال ما هست که ما وحی کردیم قرآنی که به زبان عربی هست. لتنذر ام القرى، تا که به وسیله این بیم بدهی، بترسانی باشندگان مکه را. و من حولها، و همچنین کسانی که اطراف مکه هستند. و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه، و بترسانی مردم را از یوم الجمع، از روزی که تمام انسان ها جمع می شوند در محضر الله. اون روز را یوم الجمع می گویند به خاطر تجمع ما انسان ها. اما در اون چه فیصله میشه؟ فریق فی الجنه، این فیصله یوم الجمع هست. یوم الجمع هست که فیصله می شود فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. فیصله میشه که یک گروه در بهشت
و یک گروه در جهنم هست. به این شکل فیصله میشه. ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. اگر خدا میخواست همه را امت واحده قرار میداد. ببینید این آیه در جاهای متعددی از کلام الله مجید تکرار شده. ولو شاء الله لجعلهم امة واحده ولو شاء الله لجعلكم امة واحده. اگر خدا میخواست همه شما را یک امت قرار میداد. پس خدا نخواسته، خدا خودش نخواسته و خواسته که ما چند امت باشیم، چند گروه باشیم. یک گروه موحد باشه، یک گروه مشرک باشه، یک گروه مسیحی باشه، یک گروه یهودی باشه. الله خودش خواسته. وقتی که الله خودش خواسته، آیا این خلاف عدالت نیست که بعداً چیزی که خودش خواسته عذاب بده؟ این یک مشکلی هست و یکی از اشکالات هست که همیشه در ذهنها مطرح میشه. در جاهای متعددی از قرآن کریم این آمده که اگر خدا بخواهد شما بر یک مسیر قرار میگیرید، بر یک عرض کنم که هدف حرکت میکنید. اما این خدمت شما عرض کنم که این اشکال بجاست، اما این اشکال از اینجاست که اون چی که در این آیه مقدر هست و اون چی که در این آیه ذکر نشده و در آیات دیگه ذکر شده، اون ما اینجا لحاظ نمی کنیم، به این خاطر به این مشکل برخورد می کنیم. ببینید در این رابطه من خدمت شما توضیح میدم که در آیه دیگر که در سوره مائده هست، اونجا اینطوره: ولو شاء الله لجعلكم امة واحده ولكن ليبلوكم. اگر خدا میخواست شما را یک امت واحده قرار میداد، یعنی همه شما موحد میشدید، همه شما مسلمان شدید، اما اینو نخواست. چرا نخواست؟ چون که میخواهد شما را امتحان بکند. ولکن لیبلوکم. خب شاید در دل همه من شما این تمنا باشه که کاش همه دنیا، همه مردم دنیا دیندار و ایماندار و مؤمن و موحد بودند، همه میرفتن به بهشت. متوجه هستید؟ این شاید در دل هر کس باشد. ولی اگر اینطور میکرد خدای تعالی، چند اشکال به وجود می آمد. اشکالات را توجه بفرمایید. این اشکالات از همین ولکن لیبلوکم فهمیده میشه. اون اشکالات اینه که اگر خداوند بخواهد که همه مسلمان بشند، همه مؤمن بشند، پس اولین کاری که میکنه خدا باید اختیار را از انسانها چی بکنه؟ سلب بکنه، از انسانها اختیار را بگیره. یعنی هیچی که از انسانها دیگه اختیاری داشته نباشن که هر راهی، هر دینی انتخاب میکنن بکنند. باید هرچی خدا میگه و مجبور میکنه همونه بگیرند. اون وقت همه مجبورن میشدن مؤمن، همه میشدن مؤمن، چون که انسان دیگه از خودش اختیاری نداره. پس اولین اشکالش این میشد که اون ایمان میشد ایمان جبر. اون ایمان چی میشد؟ ایمان جبر. پس خدای عزوجل اینطور نخواسته که همه را وادار بکند، چون اگر خدا بخواهد همه را چی میکند؟ وادار میکند. خدا وادار نمی کند. دوم، فلسفه خلقت و آفرینش انسان و دنیا از بین میره. خدای عزوجل دنیا را برای چی پیدا کرده؟ انسان را در دنیا برای چی آورده؟ برای امتحان هست یا نیست؟ خب در چه صورتی امتحان هست؟
در صورتی که شما اختیار داشته باشید که راه اسلام را میگیری، راه کفر را، راه توحید را، راه شرک را، راه راست را، راه کج را. امتحان در صورتی است که ما اختیار داشته باشیم. اما اگر خداوند همه ما را مجبوراً بر راه ایمان گامزن بکند، همه ما را جبراً بر راه توحید قرار بدهد، خب ما اختیاری از خود نداریم. اشکال اول همون بود که اختیار از ما گرفته میشد. اشکال دوم این بود که دیگه دنیا دارالامتحان نمیماند. دیگه همه مجبوریم چیکار بکنیم؟ بپذیریم، عمل بکنیم. پس وقتی که چنین میشه، وقتی که چنین بشه، اون وقت فلسفه امتحان از بین میره. به این خاطر خداوند در سوره مائده فرموده ولو شاء الله لجعلكم امة واحده. اگر خدا میخواست شما را یک امت قرار میداد، یک گروه، یک ملت، بر یک دین، بر یک آیین. اما ولکن لیبلوکم، اما خدا خواسته که چیکار بکند؟ شما را بیازماید. اگر بر یک دین قرار بدهد اون وقت آزمایشی نخواهد بود. متوجه شدید؟ پس ولکن لیبلوکم این معما را حل میکند که در سوره دیگه هست. اینجا اگرچه نیست و امثال این آیه در آیات دیگه نیست، ولی شما لحاظش بکنید، شما مقدرش بکنید. لذا ما اینطور الان ترجمه میکنیم، تفسیر میکنیم. الله میفرماید ولو شاء الله لجعلهم امة واحده. اگر خداوند میخواست قرار میداد همه انسان ها را یک گروه، همه را موحد قرار میداد. اما الله این کار را نکرد به خاطر اینکه همه مجبور نشند، ایمان جبر نشه، و به خاطر اینکه امتحان از انسان گرفته بشه، امتحان مورد امتحان واقع بشه. ولکن لیبلوکم ولکن یدخل من یشاء فی رحمته. اما خداوند داخل میگرداند کسی را که بخواهد در رحمتش، کسی را که خدا بخواد در رحمتش. ببین من یشاء، یشاء فاعلش الله است، یدخل من یشاء، من یشاء الله. اما بعضی به خاطر که این اشکال نشه فاعل یشاء را من قرار دادند، یعنی خدا داخل میگرداند، یعنی داخل ایمان میگه کسی که خودش بخواهد، کسی که خودش بخواهد. و ما یتذکر الا من ینیب و یهدی الیه من ینیب. هدایت چه کسی میشه؟ کسی که بخواهد، انابت داشته باشه. پس ولکن یدخل من یشاء فی رحمته. هر کسی که الله بخواهد یا هر کسی که اون خودش بخواهد، الله او را در رحمتش داخل می فرماید. والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. اما ظالم ها نیست برای آنان هیچ نوع حامی و هیچ نوع کمک کننده ای. ظالمون یعنی مشرکون. پس کسی که بر مسیر توحید و ایمان باشد خدا حامی و نصیر اون هست. ام اتخذوا من دونه اولیاء. اینجا الله عزوجل مجددا زجر و سرزنش می فرماید. سرزنش می فرماید اون انسان هایی را که بجای اینکه از خدا استمداد بطلبند، بجای اینکه خدا را حامی و ناصر خودشون بدانند، اونها غیر خدا را می دانند. باز خدا توبیخ می کند ام اتخذوا من دونه اولیاء. آیا بغیر از الله دیگران را به عنوان حامی انتخاب کردند، به عنوان حامی گرفتند، در حالی که این صفات را ببینید، این صفات مال کسی هست که او میتونه حامی بشه. اگر پیر، پیامبر، امام، ولی، نبی این صفات را دارند، خب اونها را به عنوان یاور و ناصر خودتون فریاد بزنید. اگر این صفات را ندارند و هر کس این صفات را داره، همون فریاد بزنید.
اینجا علامه خازن نوشته یعنی ان من یکون بهذه الصفه، هر کسی که دارای این صفت باشد، فهو الحقیق بان یتخذ ولیا، او سزاوار است، لایق است که اون به عنوان چی بگیریم؟ حامی و ناصر خودمون. و من لا یکون بهذه الصفه فلیس بولی، هر کسی این صفت را ندارد اون ولی نیست، اون حامی ما نیست، اون کمک کننده ما نیست. الان اون صفات چیه؟ فالله هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدیر. الله فقط و فقط اوست حامی. علما میدانند که این هو که تکرار شده مفید حصر است، مفید حصر که باشه معنیش در فارسی میشه فقط و فقط. پس الله فقط و فقط او هست حامی، و هو یحیی الموتى، و فقط او هست که زنده می کند مرده ها را، و هو علی کل شیء قدیر، و فقط او هست که بر هر چیز قادر است، هر چیز تواناست. الان ببین اگر غیر از خدا کسی یحیی الموتى هست، مرده ها را زنده میکنه، خب او را به عنوان حامی و ناصر انتخاب بکنیم. اگر بغیر از الله کسی هست که علی کل شیء قدیر، اون را انتخاب بکنیم. نیست. پس نیست بغیر از الله هیچ کسی را به عنوان حامی خودمان، به عنوان ناصر و یار و یاور ندانیم. و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله. ببین اینا دلایل گفته میشه، اما بعد از این دلایل باز هم اگر کسی بخواهد که چی ایمان نیاورد، بعد از این دلایل پس اون به خدا حواله هست، خدا خودش به او رسیدگی میکند. الله میفرماید و ما اختلفتم فیه من شیء. البته این سخن رسول الله است که الله حکایت میکنه. رسول الله به مشرکین این جنین گفت و ما اختلفتم فیه من شیء، آنچه که شما اختلاف دارید و اختلاف کردید در آن از هر چیزی با من محمد اختلاف کردید، فحکمه الی الله، فیصلهش را واگذار میکنم به خدا. خدا خودش بین من و شما فیصله بکند. چرا به خدا؟ ذالکم الله ربی علیه توکلت، اون الله هست که رب من است، فقط و فقط بر او توکل کردم. و الیه المصیر، فقط و فقط به سوی اوست رجوع، زمان رجوع در آخرت به سوی او برمیگردیم. فاطر السماوات والارض، اون ذاتی هست که خالق آسمان ها و زمین است، آفریننده آسمان ها و زمین است. اینا دلائل هستند. جعل لكم من انفسكم ازواجا، قرار داد برای شما از جنس خود شما همسر. ببینید بعضی اینجا از مفسرین دوچار اشتباه میشن، میگن جعل لكم من انفسكم ازواجا، خداوند از وجود خود شما همسر شما را پیدا کرد. اشاره میکنم به اون روایتی که میگه حوا از دنده چپ و پهلوی چپ حضرت آدم چی شد؟ متولد شد. میگه همسر شما را از خود شما پیدا کرد. خب حوا اگر پیدا شد، بقیه همسران ما که از ما درست نشدند. پس این به اون معنی نیست، بلکه من انفسکم اینجا به معنی من جنسکم هست. معنیش اینه که خداوند بر شما لطف کرده که از جنس خود شما برای شما همسر انتخاب کرد. یعنی شما انسانید، برای شما از انسان همسر انتخاب کرد. خدا به شما نگفت شما برای ادامه نسلتون برید با جنات ازدواج کنید، برید با یک نسل دیگه ازدواج کنید، بلکه جعل لكم من انفسکم ازواجا. ما داریم الله عزوجل در چند جای دیگه این آیه را ذکر می فرماید. مثلا در سوره اعراف است هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل فیها زوجها لیسکن الیها.
خداوند شما را از یک نفس پیدا کرد و جعل فیها زوجها و همسرش را هم از همون انتخاب کرد، یعنی از همون جنس انتخاب کرد، از همون جنس انتخاب. در سوره روم الله میفرماید والله جعل لكم من انفسكم ازواجا. ای انسان ها، نعمت خدا بر شما این هست که خدا از خود شما همسرانی برای شما انتخاب کرد، یعنی از جنس شما، از نوع شما، نه اینکه از جنس دیگر. پس اینجا معنیش نیست که هر انسانی همسرش از وجود خودش پیدا شده. و من الانعام ازواجا، اینم دلیل. از چارپایان هم جفت جفت الله پیدا فرمود. یذرأکم فیه، که شما را خداوند منتشر می کند. فیه علما طلاب بدونند که مرجع فیه مصدر جعله هست، یعنی فی هذا الجعل، در این که شما را همسر همدیگه قرار داد، به این وسیله خداوند شما را منتشر می کند، یعنی نسل شما را زیاد می کند. یزرعکم فی، منتشر می کند شما را فیه، یعنی فی الجعل، در این که شما را قرار داده همسر همدیگر، زوج. لیس کمثله شیء، لذا چنین خدایی هست، چنین خالقی هست، مثل او هیچ چیزی نیست. ذات رب العالمین بسیار حساس، بسیار بالاتر از اون چی که من و شما بتونیم اونو وصف بکنیم. به این خاطر به صورت اجمال همین قد گفته میشه که مثل او هیچ چیزی نیست. و هو السمیع البصیر، اما صفاتش را ذکر می‌کنه. و هو السمیع لكل شیء البصیر بكل شیء، اون ذاتی است که هر چیز را میشنود، هر چیز را میبیند. لذا اینجا اوصاف الله هستند. شما درباره این خدا اختلاف میکنید. له مقالید السماوات والارض، فقط و فقط برای اوست، در اختیار اوست کلیدهای آسمان ها و زمین، یعنی کلید خزائن آسمان و زمین به دست الله است. پس بعضی از انسان ها را میبینیم خدا زیاد داده، بعضی را کم داده، چرا به همه برابر نمیده؟ الله میفرماید که این حکمتش پیش خداست، خدا به هر صورتی که بخواهد میده. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، الله فراخ می کند رزق را برای کسی که بخواهد و تنگ می کند برای کسی که بخواهد. انه بكل شیء علیم، همانا اون ذات به هر چیز علیم هست، به هر چیز علیم. واقعا خدا میدوند. شما اگر فکر بکنید چرا خدا به همه نداده، بعضی نتایج خوب گیرتون میاد. مثلا بنده عرض میکنم مثال هایی که بعضی از آیات اشاره کرده، بعضی از حکمت ها را ما میدونیم، بعضی را ما نمیدونیم. الله میفرماید در یک جای در سوره زخرف، انشاءالله میخوانیم 3-4 روز دیگه به اونجا میرسیم. الله میفرماید که من بعضی را سرمایدار، پولدار آفریدم، بعضی ها را فقیر، تا که اینها محتاج هم دیگه باشند. حالا این آیه را که شما فکر بکنید میدونید که واقعا مصلحت ما در این است که یک گروه داشته باشند، یک گروه داشته نباشند. یک گروه عرض کنم که سرمایدار باشند، یک گروه کارگر باشند، تا که اینها نیازمند همدیگه باشند. به عنوان مثال سرمایدار چه کار میکند؟ کارخانه میزند، کارخانه را کارگر باید کار بکند. سرمایدار ساختمان میسازد، ساختمان را باید کارگران کار بکنند. سرمایدار باغ میزند، باغ را باید باغبان کار بکنند. اگر شما فرض بکنی همه دنیا سرمایدار، همه پولدار، کی بیاد کار بکنه؟ کی بیاد خدمت ها را انجام بده؟ کی بیاد باغ را درست بکنه؟ کی بیاد کشت و کشاورزی بکنه؟ کی بیاد رفتگری بکنه؟ کی بیاد نظافت بکنه؟ آیا سرمایدار میاد خودش جارو به دست میگیره؟
آیا در اون صورت نظام همه ما مختل میشه یا نه، خراب میشه یا نه؟ قطعا میشه. لذا الله عزوجل طوری نظام را آفریده که یکی دارد یکی ندارد، هر دو محتاج هم هستند. اونی که دارد اون میخواهد کار بکنه، اون لذا نیازمند این کارگر است، اون نیازمند این کسی است که نظافت بکنه، اون نیازمند این است که کارخانهش را اداره بکنه، اون نیازمند این است که محصولات زمینش را جمع‌آوری بکنه. این پول ندارد، این نیاز به پول اون دارد، اون نیاز به کار این دارد. لذا وقتی که از دو طرف نیاز هست، مشکل همه چی میشه؟ حل میشه. اما اگر همه عرض کردم همه و همه زیاد داشته باشند، اون وقت باید همه بپوسیم، هیچ کسی نیست که کارهای ما را انجام بده. بنابراین الله عزوجل می فرماید ولو شاء الله لجعلكم له مقاليد السماوات والارض، خزائن آسمان و زمین، کلیدهای خزائن آسمان و زمین مال خداست. یبسط الرزق لمن یشاء، برای هر کسی که بخواد رزق را فراخ می کند، و یقدر، برای هر کسی که بخواد رزق را تنگ می کند. دیگه منافع هم هست. شاید مثلا همه داشته باشند کسی دنبال علم نره، همه داشته باشند کسی دنبال دانش نره، کسی دنبال تکنولوژی نره، نیاز نداره که درس بخونه، و منافع دیگر، و در صورت داشتن مضرات دیگر. پس انه بكل شیء علیم، هر چیز را الله میداند، من و تو نمیدانیم. لذا نگیم چرا خدا این نداد، اون داد، اون نداد، این داد، الى آخره. شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا. الله عزوجل اینجا در رابطه با وحدت ادیان سخن میگوید. همه ادیان از نظر اصول وحدت دارند، یکی هستند. ضمناً جواب اون اشکال هم است که در کتابهای آسمانی عباراتی دیده میشه، خوانده میشه که از اون عبارات گویی به ما اجازه داده میشه که ما بریم از غیر خدا کمک بگیریم. الله میفرماید نخیر، شریعت شما، دین شما همون چیزی است که بر نوح نازل شد. نوح را ما وصیت کردیم، ابراهیم را وصیت کردیم، موسی را، عیسی را، همه را. لذا از نظر اصول، از نظر توحید، از نظر دین شما هیچ فرقی ندارید. در هیچ دینی نیامده که غیر الله را صدا بزنید، در هیچ دینی نیامده که حاجات و مشکلات خودتون را از پیامبران بطلبید، از عیسی بخواهید، از مریم بخواهید، از عزیر بخواهید. لذا وحدت ادیان هست. الله می فرماید شرع لكم من الدین، مشروع فرمود، تعیین فرمود الله برای شما از دین، ما وصى به نوحا، آنچه که وصیت کرد به آن نوح را، والذی اوحینا الیک، آنچه که ما وحی کردیم به تو ای محمد رسول الله. ببینید این آیه هست که در این آیه اسم 5 پیامبر آمده. بیشتر میگویم پیامبران اولوالعزم اینها هستند. یکی نوح، ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، به تو ای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. این دوتا شد. و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، آنچه که ما وصیت کردیم به آن، هم ابراهیم را، هم موسی را، هم عیسی را، به همه یک چیز گفتیم. اون چی بود؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. اینی که همه رسول داشتند این بود که ان اقیموا الدین، دین خودتون را چی کنید؟ قائم کنید، دینتون را راست کنید. یعنی دین عبادت فقط برای خدا باشد. تفسیر جلالین روی این نوشته الذي جاءت به الرسل كلهم،
اون چیزی که همه رسول اون آوردند، پیامی که همه رسول حامل اون پیام بودند، عبادت الله وحده لا شریک له. این ابن کثیر بود و هو التوحید. جلالین میگه عبادت الله بود، فقط و فقط عبادت خدا. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فيه، ای ولا تتفرقوا فی التوحید، در توحید شما با هم اختلاف نکنید. آیات دیگه شاهد همین است. ان هذه امتكم امة واحده، امت همه شما یعنی ملت شما، دین شما یک دین است. اون چیه؟ خلاصش و انا ربكم فاعبدون، من الله رب شما هستم، فقط و فقط مرا عبادت کنید. توحید فی العبادت مشترک بین همه ادیان. این در سوره انبیاء هست، بازم در سوره انبیاء هست و ما ارسلنا من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ما هر پیامبری را فرستادیم همین وحی را می کردیم که لا اله الا انا، بغیر از من الله هیچ معبودی نیست. فاعبدون، فقط مرا عبادت کنید. پس مسئله مشترک بین همه ادیان همین بود. در جای خدای عزوجل گفته اهل کتاب را دعوت بدید به سوی مشترکات. بنده در یک جلسه ای که بعضی از اهل کتاب هم بودند، مسیحیان هم بودند در تهران، گفتن شما درباره وحدت ادیان صحبت کن. گفتم که اسلام همیشه بقیه ادیان را دعوت میده به مشترکات. بقیه ادیان هستن که اختلاف را شروع میکنن. ما اختلاف نمی کنیم با کسی. ما موسی علیه السلام را قبول داریم، اونها پیامبر ما را قبول ندارند. ما عیسی علیه السلام را قبول داریم، اونها محمد رسول الله را قبول ندارند. به ما قرآن تعلیم داده که لا نفرق بین احد من رسله، بین هیچ یک از رسول الله از نظر ایمان ما فرق قائل نیستیم. همه رسول الله هستند، همه فرستاده الله هستند. اونها هستند که فرق قائل هستند. و حتی اهل کتاب را، یهود را، نصارا را قرآن، کتاب مقدسی که ما بهش ایمان داریم، دعوت میده، میگه بیایید به طرف مشترکات. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. اعلام بفرما ای محمد رسول الله، ای اهل کتاب بیایید. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، بیایید یک کلمه مشترک بین من و شما. اون چیه؟ الا نعبد الا الله ولا نشرك به شیئا، ما غیر از الله کسی را عبادت نکنیم و کسی را به خدا شریک نگیریم. ولا يتخذن بعضنا بعضا اربابا من دون الله، ما انسان هم دیگر را رب خودمون نگیریم. اون نبی بشه رب تو، اون ولی بشه رب من، نه، همه ما یک رب بگیریم. گفتم این چیزی هست که بین ما و همه ادیان مشترک است. ما هنوز بر این هستیم، ما هنوز بر همین توحید هستیم. متاسفانه دینهای دیگه تحریف شدند. اونها از مسیر خودشون رفتن به سمت و سوی دیگر، به سمت انسان پرستی، به سمت پیغمبر پرستی، به سمت نماد پرستی، به سمت حیوان پرستی، به سمت چیزهای دیگه پرستش میکنن، چیزهای دیگر را. پس ببینید اون چی که الله عزوجل میفرماید بین همه انبیا مشترک بوده همینه. ما تو را وصیت بتون وحی کردیم ای محمد صلی الله علیه و سلم، به نوح وحی کردیم، وصیت کردیم ابراهیم را، موسی را، عیسی را، که ان اقیم الدین، یعنی بر دین قائم باشید.
بر عبادت خدا مراد است اینجا. دین به معنی عبادت خدا. ولا تتفرقوا فی، در عبادت خدا اختلاف نکنید، متفرق نشوید، این و اون عبادت نکنید. بعد از این الله می فرماید کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، اما بر مشرکین خیلی سنگین است، خیلی گران است. ما تدعوهم الیه، اون توحیدی که تو میخوانی آنها را به سوی اون توحید. ما تدعوهم الیه ای الی التوحید، بازم جلاله میگه. بنابراین الله عز وجل حال میفرماید الله یجتبی الیه من یشاء، خداوند انتخاب میکند به سوی خودش، بر میگزیند کسی را که بخواهد. اما خدا نگاه میکنه چه کسی خودش واقعا هم میخواد. و یهدی الیه من ینیب، و هدایت میشه به سوی خدا، راه هدایت را پیدا میکنه کسی که در وجودش انابت باشد. انابت را بار بار توضیح دادم، کسی که در وجودش حق طلبی باشد، کسی که در جستجوی حق باشد، ضد در وجودش نباشد، عناد در وجودش نباشد. خب و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، در این سوره عرض کردم دو چیز است. یکی این که خدا میگه هر که گفته که در کتابهای گذشته و در تعلیمات گذشته عبادت غیر خدا یا ندای غیر خدا یا دعا از غیر خدا بوده، این غلطه. خب پس چرا تو کتابها دیده میشه؟ الله میفرماید که این تحریف علماء سوء و علماء دین فروشه. این الان همون مطلبه که اینجا میاد. میتونیم این را جواب سوالی قرار بدیم نسبت به آیه گذشته. ببینید در آیه گذشته الله میفرماید که همه انبیا بر یک مسلک بودند، به همه انبیا گفتین که بر توحید باشید. پس چرا الان اختلاف است؟ پیروان ابراهیم یک چیز میگن، پیروان عیسی یک چیز میگن، پیروان موسی یک چیز میگن. پس این اختلاف را کی درست کرد؟ چرا درست کرد و چه زمانی درست کرد؟ سه تا سوال که این سه تا سوال را قرآن چندین بار جواب داده. اختلاف را چه کسی ایجاد کرد؟ چرا ایجاد کرد؟ کجا ایجاد کرد؟ کی ایجاد کرد؟ الله عز وجل می فرماید، معرفی می کند اونهایی که اختلاف درست کردند. متاسفانه اینا کی هستند؟ علماء سوء، علماء دین فروش، اونهایی که به خاطر منافع خودشون، به خاطر مرجعیت خودشون که خودشون بر رهبریت و مرجعیت جامعه بمانند، به پیامبر ما ایمان نیاوردند. لذا دعوتی که پیامبر آورد، این دعوت را توجیه کردند، تاویل کردند. عوام گناه دارند که تحقیق نمی کنند، اما گناه اصلی، مجرم اصلی ملاها هستند. همیشه مشکل جامعه‌ای که مشکل داره زیر سر علما است. اگر علما مشکل داشته باشند، علما غرضی باشند، علما مرضی باشند، علما خودفروخته باشند، منافع شخصی داشته باشند، جامعه تارومار میشه، جامعه خراب میشه، تو جامعه اختلاف میاد. اما اگر علما حق طلب باشند، مخلص باشند، خدایی باشند، اون وقت جامعه یک پارچه میشه و دیندار میشه. لذا این سه تا جواب. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، هر سه تا در همین نیم جمله جواب داده شدند. معلوم میشد که اختلاف کنندگان اهل علم بودند. اختلاف کی انداخت؟ اهل علم انداخت. کی انداخت؟ من بعد ما جاءهم العلم، بعد از این که دانستند، علم آمد، یعنی دیده دانسته اختلاف انداختند. چرا انداختند؟ بغیا بینهم، به خاطر اینکه بین اونها و بین دعوتگران حسادت بود، بغض بود، عداوت بود. اینها
عداوت خودشون را نشون دادند، نخواستند که تابع دعوتگران بشن، نخواستند تابع پیامبران بشن. لذا الله می فرماید و ما تفرقوا، اختلاف نکردند، دست نشدند، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد از اینکه علم پیششان آمد، بعد از این علما بعد از اینکه میدانستند اختلاف کردند. چرا؟ بغیم بینهم، ای بینهم و بین الدعات، حسد بین اونها و بین دعوتگران، به خاطر حسادت، به خاطر پست و مقام. خب وقتی که این چنین است، ما میدانیم که اینها بودند ملت را گمراه کردند، اینها بودند که همه چیز را خراب کردند. چرا خدا بر اینها عذاب نمیفرسته؟ این سوال دیگری هست که در ذهن میاد، چرا خداوند اینها را به عذاب گرفتار نمیکنه؟ الله عزوجل جواب میده. این جواب هم در چند جای قرآن مجید هست که عذاب قبلا مقرر شده، عذاب قبلا تعیین شده، و الا اگر عذاب قبلا تعیین نمیشد الان خداوند اونها را به عذاب گرفتار میکنه. ولی خداوند برای هر یکی اجلی، مدتی، میعادی مشخص کرده. ولولا کلمتون، اگر کلمه ای نبود، کلمه یعنی فیصله که خدا اون فیصله کرده. مثلا یکی از اونها امهال مجرمین است که خدا به مجرمین چی میده؟ مهلت، فورا مؤاخذه بکنه، پس مهلت داده نشدند. اگر اون کلمه نبود، ولولا کلمت سبقت من ربک، کلمه از جانب ربت قبل از این سبقت نکرده بود، قبل از این رب فیصله نکرده بود، اگر اون نبود که الی اجل مسمى، تا یک مدت مشخص، اگر اون نمیشد، نمی بود، لقضی بینهم، عملا بینشان فیصله میشد. لقضیه پایینش بینیست عملا. و ان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم لفی شک منه مریب. الان مختلفین فی الحق را بیان می‌فرمایند. اینا که اختلاف دارند همین وارثان کتاب هستند، اهل کتاب، کسانی که خودشان را وارث دین موسی و دین عیسی می‌دانند، همانا کسانی که اورثوا الکتاب، کتاب به ارث داده شدند، بعد از اونها لفی شک منه مریب، در شکی از آن هستند سرگردان، هنوزم سرگردان هستند. ببینید ما میتونیم که اینجا یک اشکال دیگری را هم در نظر بگیریم و این آیات اون جواب میده. اون عرض کنم اشکال این است که خب علمایی که در گذشته بودند، در زمانهای قدیم بودند، اونا گرفتند اختلاف ایجاد کردند. چطور اختلاف ایجاد کردند؟ تورات را دستکاری کردند، انجیل را دستکاری کردند. خب این ملت‌های بعدی، این بدبخت‌ها وقتی که دیدند که تورات اینطور نوشته، این دیگه به زعم خودش، به گمان خودش داره از کتاب آسمانی پیروی میکند. این که گناهی نداره، گناه همون داره که این کار را کرده، این جنایت را کرده، این الان فریب خورده، این کسی که وارث کتاب شده. این لفی شک منه مریب، تو شک هست، تو سرگردانه، چه کار بکنه؟ آیا این پیامبر خداست یا نیست؟ از روی این کتاب تحریف شده هست، دست خورده هست که نیست، پس این نباید گناهی داشته باشه. متوجه هستی این اشکال؟ گناه مالکیه، مال کسانی که دستکاری کردند، ولی بعضم اینها گناه دارند، اینها گناهکارند. چرا؟ اولا الله عزوجل به رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که ای حبیب من، شما دعوتت را بده، دلائل را بیان کن، حق را شفاف کن، همه چیز را، هیچ خفایی و کتمانی نگذار. دوم، بسیاری از علماء صالح اهل کتاب، بسیاری از علماء با تقوا و خدا ترس اهل کتاب
دعوت رسول الله را اجابت کردند، ایمان آوردند. مثل عبدالله ابن سلام یهودی بود، مثل عدی ابن حاتم مسیحی بود، مثل نجاشی که مسیحی بود، مثل تمام علمایی که اطراف نجاشی بودند که قرآن میگه هر وقتی که کلام خدا را شنیدن گریه کردند. اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع. خب الله عزوجل میفرماید این علمایی که قبول کردند این علما حجتند، رهبران اینها هستند، رهبران این مردم عوام هستند. خب پس وقتی که اونها ایمان آوردند، اونها پذیرفتند، اونها تسلیم شدند، حجت اینها باطل است دیگه، اینها عذری ندارند. اینا میبینن که علمایشون ایمان آوردند، میبینن که علمایشون تسلیم شدند. پس الله میفرماید فلذلك فدعو. اینجا طریق فوز و اصول موفقیت را خدا بیان فرموده. به همین خاطر که ملاها آمدند و اختلاف ایجاد کردند، لذا ای رسول من، ای حبیب من، تو دعوتت را ادامه بده، استقامت کن. فلذلك فدعو، به همین خاطر تو دعوت بده آنان را. واستقم کما امرت، همان گونه که امر شدی، همان گونه که دستور داده شدی استقامت کن. ولا تتبع اهواءهم، دنبال خواهشات اونها و هوای نفس اونها نباش، پیروی نکن از خواهشات اونها. هرگاه که از تو چیزی میخواهند در جوابشون چی بگو؟ وقل آمنت بما انزل الله من کتاب، من با شما کار ندارم، من ایمان دارم به آنچه که نازل کرده الله از کتابها، من به کتابهای آسمانی ایمان دارم. و امرت لأعدل بینکم، و من دستور داده شدم که بین شما عدالت کنم. فی التأویلات والاختلافات، تفسیر مهایمی نوشته ملاهای شما آیات خدا را تعویل میکنند، توجیه میکنند، تحریف میکنند. من آمدم که عدالت بکنم، حق را به شما بگم. بله، الله ربنا و ربکم، بیان عدل. الله ربنا و ربکم، الله رب ماست و رب شماست. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، برای ما اعمال ماست و برای شما اعمال شماست. یعنی چه؟ لنا اعمالنا فی عصرنا و لکم اعمالکم فی عصرکم. اون زمان که زمان دین شما بود عمل شما مقبول، اما امروز که نوبت دین ما هست این عمل مقبول است، نه اون چی که شما بگید. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم. لا حجت بیننا و بینکم را دو تفسیر کردند. بعضی گفتند لا خصومت بیننا و بینکم، لا جدال بیننا و بینکم، دیگه بین من شما جنگی نیست، خصومتی نیست، درگیری نیست، دلایل را ببینید. بعضی گفتند نه، حجت به معنی دلیل است. معنیش اینه که بعد از این همه دلایل که برای شما بیان کردم، بعد از کتاب الله دیگه حجتی نیست، حجت بر شما تمام شد. لا حجت بیننا و بینکم. لذا الان با توجه به این دلائل باز هم شما اهل کتاب قبول نمی کنید. الله یجمع بیننا و الیه المصیر. الله فقط و فقط بین ما جمع می کنند ما را در روز قیامت و میگه که کی بر از ما حق کی باطله، و فقط به سوی الله است رجوع، بازگشت. والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له. این جواب همون اشکال است که عرض کردم که بعد از این که پیشینیان تحریف کردند، گذشتگان جابجا کردند، دستکاری کردند تو کتابها، اینهایی که الان بعداً آمدند، در عصرهای بعدی آمدند، اینا گناهشون چیه؟ الله می فرمد والذین یحاجون فی الله، کسانی که
درگیرند، کسانی که بحث میکنند، کسانی که محاجه میکنند، مناظره میکنند درباره الله، یعنی فی توحید الله. من بعد ما استجیب له، بعد از اینکه این توحید پذیرفته شد برای اون، یعنی از طرف علمایشان، از طرف علمایشان. بقیه علما مثل عبدالله ابن سلام وقتی که پذیرفته شد، الان اونهایی که الان بحث میکنند حجتهم داحضة عند ربهم، نزد پروردگار حجت اینها باطله. داحضه، دحض لغزندگی و لیز خوردن را میگن، یعنی باطله، پوچه. و علیهم غضب، اینهایی که باز هم بر ضد هستند و هنوز درگیرن، بر اونها غضب و خشم خداست. ولهم عذاب شدید، برای اونها عذاب شدید است. حال بعد از اینکه الله عزوجل خشم و غضبش را بیان کرد درباره کتاب و درباره قرآن مجید، الله تعالی بیان می فرما فضیلت قرآن را که ما این کتاب را نازل کردیم، بر این کتاب عمل کنید. الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، الله آن ذاتی هست که کتاب را به حق نازل کرد. والمیزان واو تفسیری است، یعنی کتاب خودش میزان، کتاب ترازوه. ببین به وسیله ترازو هر چیز سنجیده میشه یا نه، سبک و سنگین میشه یا نه. به وسیله این کتاب حق و باطل ترازو میشه. شما به وسیله این کتاب حق را هم میشناسید، باطل را هم میشناسید، میسنجید. پس الله عزوجل کتاب را نازل فرمود و به حق نازل فرمود و با میزان، عدالت، ترازو. و ما یدریک لعل الساعة قریب. حال این تخویف اخروی است، کسی که قبول نکند برایش عذاب است. خب این عذاب کیه؟ اون قیامت کی هست؟ الله می فرما و ما یدریک، خبر داری، یعنی تو خبر نداری، تو خبر داری شاید قیامت قریب است، تو نمیدانی شاید قیامت چیه؟ قریبه. اما اون قیامتی که داره میاد، اینها اون قیامت را مسخره میکنند. الله عزوجل سرزنش میکند مسخره کنندگان قیامت را. الله میفرماید یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، عجله میکنند نسبت به اون قیامت کسانی که ایمان به اون قیامت ندارند. میگن زودتر قیامت بیاد، کی هست؟ ما منتظرش هستیم. به مسخره میگه، به استهزاء میگه. اما مومن که ایمان داره، والذین آمنوا مشفقون منها، آنهایی که ایمان دارند میترسند از قیامت، از عذابش میترسند، از سختی اون روز میترسند. و یعلمون انها الحق، و باور دارند، میدانند، اعتقاد دارند که قیامت حق است. الا ان الذين يمارون في الساعه لفی ضلال بعید. الله می فرماید خبردار، آگاه باش، آنانی که درباره قیامت شک دارند، الذين يمارون في الساعه، درباره قیامت شک دارند، لفی ضلال بعید، اینها در یک گمراهی هستند بسیار بدور از عقل، بسیار بدور از عقل. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. ببینید این هم یک جواب یک اشکال دیگه هست. اون اشکال اینه که اینایی که در قیامت را قبول ندارند، این ربطش هم است. اینایی که قیامت را قبول ندارند، اینایی که باور ندارند، اینها وضعشون بهتره از مؤمنین. حداقل وضع مالیشون، وضع معیشتیشون بهتر است. الان شما بررسی بفرمایید که
در دنیایی که ما زندگی میکنیم وضع کفار، وضع معیشتی کفار، زندگی رفاهی کفار بهتر یا مسلمان ها؟ کفار خیلی وضعشون بهتره. چند کشور مسلمان هستن بسیار کوچک مثل کشورهای خلیج، دارن نفت، رفاهی دارن، ولی عموما مسلمان ها را نگاه کن، از ایران گرفته پاکستان، افغانستان، هندوستان، به این طرف برو تاجیکستان و این آسیای میانه، مسلمان ها از نظر معیشتی وضعی ندارند. اما اروپا را ببین، بلا تشبیه مثل بهشتی ها زندگی می کنند. خب پس اینها مگر منکر قیامت نیستند؟ منکر توحید و یکتاپرستی نیستند؟ مگر اینها همه عیسی پرست نیستند؟ همه اینها صلیب پرست نیستند؟ همه اینها مشرک نیستند؟ هستند. اونا وضعشون بهتره. الله عز وجل اینجا میفرماید الله لطیف بعباده. جوابش همینه. خداوند نسبت به بندگانش لطیف است. لطیف دو معنا میتونه داشته باشه. یک لطیف از لطافت است. لطافت به معنی باریک بینی، ظرافت بینی. یکی هست که ظرافت ها را میبیند، اسرار را میداند، حکمت ها را میداند. این را چی میگن؟ ظرافت بینی. لذا الله عزوجل نسبت به بندگانش باریک بین است، ظرافت بین است. او مصالح بندگانش را خوب میداند. شما که تمنا میکنید همه چیز داشته باشند، شما مصلحت را نمیدانید. یکی دیگر معنای لطیف از لطف است، یعنی مهربان. خداوند نسبت به بندگانش لطف دارد، مهربان است. اون ذات مهربان میدوند خیرشون را. شما نمیدونید که شما اینطور تمنا میکنید. یک مثالی خدمت شما عرض کنم که بیشتر ببینید از نظر دین و دیانت. همین کشورهای مسلمان را، الان کفار را بگذارید، کشورهای مسلمان را ببینید که این کشورهای مسلمان، اونهایی که در رفاه مطلق هستند، بیشتر پایبند دین هستند، یا فقرا مسلمه. یعنی بعضی از اسرار و نکات را نمیشه با زبان گفت، ولی انسان فکر بکنه میفهمد. خیلی چیزها هستند که برای ما اونها حکمتند، ما نمیدونیم. خیلی ها هستند که تو دلار زندگی میکنند، شب و روزشون با دلار هست. مسلمان هم هستند، اما العیاذ بالله سفرهایشون در کشورهای اروپایی و کشورهایی که اونجا فساد و فحشا هست، اونجا میرن تعطیلات خودشون را میگذرانند. اما خیلی از فقرا هستند که نان شب ندارند، ولی لحظه از ربشان غافل نیستند. امکان داره برعکس هم باشه. یکی بعضی را که الله انتخاب میکنه، الله یجتبی، الله است که انتخاب میکنه. بعضی خیلی دارند و دیندار هم هستند، بعضی فقیر ندارند و اصلا نماز فرض هم نمیخونند. این هم هست. ولی عموما مصلحت و خیر را الله بهتر میداند. الله لطیف بعباده. الله عز وجل نسبت به بندگانش لطف دارد، یا نسبت به بندگانش باریک بین و ظرافت بین هست. یرزق من یشاء، هر کسی را که بخواهد رزق میده. و هو القوی العزیز، اون قوی هست، قدرت داره، غالب است. اون بر اساس قدرت و غلبه و حکمت خودش کارهای خودش را انجام میده. لذا ما نباید از این نگران باشیم که چرا خدا به این دسته رزق نداده. قوی و عزیز بهتر میداند، مصالح را بهتر
تشخیص میدهد. خب بعد از این که الله عزوجل حکمتهای رزق و روزی را اشاره کرد، اونی که منکر قیامت است خوب داره، خب این رزقش با اون ارتباطی نداره. بازم در سوره زخرف میخوانیم که الله عزوجل میفرماید این خطر است که مردم همه به طرف کفر نروند، و الا اگر این خطر نبود ما کفار را چنان مال میدادیم، چنان سرمایه میدادیم که خانه هایشون طلا و نقره بود. پیش ما اینا ارزشی ندارد، لذا این دنیا ارزشی ندارد. اگر ارزشی میداشت خداوند تو همین دنیا به بندگان مؤمنش بیشتر میداد، ولی ارزشی نداره. اینها پس ملاک موفقیت نیست، این ملاک نجات نیست. بعد از این الله عزوجل ترغیب میده به سوی اعمال و تزهید عن الدنیا. تزهید عن الدنیا یعنی به دنیا نباید دل بست، نباید عاشق دنیا بود. الله تعالی با این کلمات بسیار زیبایی هستند. الله می فرماید من کان یرید حرث الاخره، هر کسی که اراده می کند کشت آخرت را، کشتزار آخرت را، نزد له فی حرثه، ما می افزاییم برای او در کشت او، در کشت زار او. هر کی می خواهد که محصولاتش را در آخرت درو بکند، الله می فرماید که اون کار بکند، ما هم اضافه می کنیم. یعنی کسی که هم غمش چی باشد؟ آخرت باشد. و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها، هر کسی که اراده کشتزار آخرت را داشته باشد، نؤته منها، ما میدهیم او را از این دنیا. وعده نکرده که هر کسی در دنیا بخواد همه را میخواد، به او هم بخشی میدهیم. اما و ما له فی الاخرة من نصیب، اما برای اون در آخرت هیچ سهمی نیست. برای اون در آخرت هیچ سهمی، چون که اون هدفش دنیاست، اون به آخرت ایمان ندارد، بنابراین این سهمی ندارد. ترى الظالمین مشفق ولولا کلمة ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. اینجا خدای عزوجل بعد از این میفرماید که اینها که چون در گذشته بیان شد که قانون همونی که برای همه انبیا بیان شده، اینا چرا از اون قانون سرپیچی میکنند؟ آیا چنان شریکانی دارند، چنان خدایانی دارند که برای اینها دینشون را مشروع کرده، برای اینها قانونی ساخته؟ ام لهم شرکاء، یا برای اینها شرکایی هست که شرعوا لهم من الدین، برای اینها مشروع کرده، قانون ساخته از دین، ما لم یأذن به الله، چیزی که خدا به او اجازه نداده. یعنی اینها از خود درست میکنن. کجا برای اینها قانون غیر از قانون دین هست؟ باز هم پس چرا خدا مؤاخذهشون نمیکنه؟ همون سوال و جواب قبلی، ولولا کلمة الفصل لقضی بینهم. الله میفرماید اگر کلمه فیصله از جانب خدا نشده بود، که فیصله شده، عذاب کی هست، کجا هست؟ لقضی بینهم، بین اونها چی میشد؟ فیصله میشد، عملا در دنیا. و ان الظالمین لهم عذاب علیم، همانا برای این ظالمین، برای این مشرکین عذاب دردناک است، عذاب دردناک است. کیفیت اون عذاب را الله بیان می فرماید. الله نجات بده، خیلی این عذاب سخته. الله می فرماید ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا، در اون روز عذاب می بینی ظالمین را، یعنی مشرکین را، مشفقین که می ترسند، مما کسبوا از وبال آنچه که کسب کردند. در روز قیامت میبینی که لرزه بر اندام هستند، ترسناک هستند، بدنشون میلرزه.
خب آیا این ترس اونها را نجات میده؟ نه. و هو واقع بهم، اما اون عذاب واقع میشه به اونها تو عذاب میافتند، در روز قیامت در عذاب قرار میگیرند. اما مؤمنین، برای مؤمنین بشارت است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، فی روضات الجنات، در باغات بهشت هستند، در باغات بهشت عیش میکنند، کیف میکنند. لهم ما یشاءون عند ربهم، برای این مؤمنین هرچی که بخواهند نزد پروردگارشان هست. ذلك هو الفضل الكبیر، این فضیلت بهشت است. الله میفرماید این هست فضل کبیر، فضل بزرگ، فضیلت بزرگ اینه. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، این هم فضیلت جنت. خدا میفرماید این همون چیزی هست که مژده میده خداوند بندگان خودش را. ای بندگان، من خدا شما را مژده میدهم. این همون چیزی است. البته کدوم بندگان را مژده میده؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بندگانی که ایمان و اعتقاد درستی دارند و عمل صالح انجام میدند. بعد از این ترغیب به سوی عمل صالح است. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، ای پیامبر اعلام کن که من از شما هیچ اجر و پاداشی نمیخواهم مگر مودت فی القربى. این آیه را میگویند آیه مودت. در رابطه با این آیه توضیح خدمت شما دارم و عرض میکنم، به این خاطر که یک تفسیر غلطی برادران ما دارند. از نظر ما غلطه، از نظر ما درست نیست. اون تفسیر هم با روح قرآن مجید هم خانی ندارد، هم با جایگاه رسول الله هم خانی ندارد. اون تفسیر اینه که عزیزان شیعه میگند در آیه مودت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به پیامبر گفته شده که از اصحابت بخوا، از امتت بخوا که هوای اهل بیت تو را داشته باشند. اونا میگن معنیش اینه. چطور؟ به این صورت اینطور ترجمه و تفسیر میکنند. من اول بر اساس این تفسیر میکنم. بگو ای پیغمبر لا اسألكم علیه اجرا، بر این تبلیغ من اجری دیگه از شما نمیخوام، الا المودة فی القربى، مگر با خیشاوندان من، با اهل قرابت من، با اهل بیت من مودت بکنید، دوستی بکنید. من از شما میخوام که با اونها دوست باشید، با اونها دوستی بکنید، محبت داشته باشید. با اهل بیت من محبت داشته باشید یعنی چه؟ یعنی حق اونها را به اونها بدهید. میگویند اشاره به این هست، کم کم اون طرفتر، نه، اشاره به این هست که حق اهل بیت اینه که بعد از من همه کار اونها باشند. بعد از من حق اونها اینه که مثلا بعد از من علی کرم الله وجهه باشد، بعد از من حسن باشد، حسین باشد، اون ترتیب باشد. دیگران نیان اشغال نکنند جایگاه اونها را، مقام اونها را. خلاصه اون چیزی که اونها از این آیه برداشت میکنند و تفسیر میکنند اینه که پیغمبر به ملت بگو، به امت بگو، به مسلمانان بگو ای مسلمانان من از شما هیچ پاداشی نمیخوام الا المودة فی القربى، مگر با قرابت داران من، با خویشاوندان من محبت کنید، حقشون را بهشون بدهید، حقشون را پایمال نکنید. پس معنا آخر آیه با اول آیه هم خانی ندارد.
چرا؟ چون که اول آیه میگه لا اسألكم علیه اجرا، من هیچ اجری بر این تبلیغ از شما نمیخوام، الا المودت، مگر یک اجر میخوام. معنیش همین شد دیگه، یک چیز میخوام. اون یک چیز چیه؟ با خویشاوندان من محبت کنید. خب پس پیغمبر اجر خواست اونطور که شما تفسیر میکنید، در حالی که همه پیامبران گفتن ان اجری الا علی الله، من اجرم را نمیخواهم مگر اجرم بر الله است، پاداش من را الله میده. بنابراین ما میگیم که این تفسیر یک تفسیر به رأی هست، تفسیری که از خود درست کردیم و این تفسیر از قرآن، از سنت، از سلف صالح، از اونهایی که نسبت به قرآن مجید مثل یاران رسول الله، شاگردان رسول الله در علم قرآن، عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس، ابی ابن کعب، ام المؤمنین عایشه، از اینها چنین تفسیری منقول نیست. این تفسیر را شما از کجا آوردید؟ تفسیر صحیح را خدمت شما عرض می کنم، اما قبل از این تفسیر صحیح این نکته را بگم که هر کسی که با اهل بیت رسول الله محبت داشته نباشد و بغض داشته باشد او مؤمن نیست از نظر ما. بحث محبت اهل بیت بماند به جای خود، محبت اهل بیت که جز ایمان ماست، جز دین ما هست، اما مفهوم آیه چیزی دیگه هست. مفهوم آیه اون چیزی نیست که شما میگید. مفهوم آیه چیه؟ پس اینجا دو تا تفسیر که از صحابه منقول شده، این دو تفسیر را خدمت شما عرض می کنم. اولین تفسیر که تفسیر جمهور است اینه که معنا اینه لا اسألكم علیه اجرا، قل ای پیامبر به اصحابت بگو، به یارانت بگو، به مخاطبانت بگو، به مردم مکه بگو. سوره مکی هست، نه سوره مکی هست، سوره مدنی هم نیست که بحث خلافت باشد. لا اسألكم علیه اجرا، ای قوم، ای خویشاوند، ای عزیز، لا اسألكم، بر این تبلیغ من هیچ اجری نمیخواهم، الا المودت فی القربى، مگر این میخواهم که شما حق قرابت من را، قربا به معنی قرابت، به معنی خویشاوندی، حق قرابت من را ادا بکنید، جلوی من نگیرید، مزاحم من نشید. پیغمبر داره به اهل مکه میگه من شما با هم خویشیم، من شما با هم فامیل هستیم، لذا برای من مزاحمت نکنید، برای من ممانعت نکنید، بگذاری من تبلیغم را بکنم، بگذاری پیام خدا را برسونم. من چیزی دیگه از شما نمیخوام، پول نمیخوام، حقوق نمیخوام. چی میخوام؟ میخوام که اون حق خویشاوندی را رعایت بکنید، منو اذیت نکنید، مانع و مزاحم کار من نشوید. این هست مفهوم آیه. ببینید علامه ابن کثیر گفته که لا اسألكم على هذا البلاغ والنصح، ای مردم من بر این تبلیغ و بر این خیرخواهی من از شما نمیخواهم مالا تعطونیه، مالی که به من بدین، نه مال نمیخوام. چی میخوایی پس؟ و انما اطلب منکم، از شما میخواهم ان تکفوا شرکم عنی، شرتون را از من باز بدارید، یعنی به من ضرر نرسونید، من فامیل شمام، من برادر شمام. تکفوا شرکم عنی و تذرونی، شرتون را از من باز بدارید و مرا بگذارید که ابلغ رسالات ربی، بگذارید که من پیام ربم را برسانم. ان لم تنصرونی، اگر شما من کمک نمی کنید، ای خویشاوندان من، ای قریشی ها، اگر من شما کمک نمی کنید،
فلا تؤذونی، حداقل مرا اذیت نکنید، مزاحم کار من نشید. بما بینی و بینکم من القرابه، به خاطر اینکه بین من و بین شما قرابت است، این قرابت را واسطه قرار میدهم، این خویشاوندی را در وسط قرار میدهم و میگم که مرا اذیت نکنید. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم عوض نخواسته از اونها، فقط واسطه قرار داده چی را؟ خویشاوندی را، برادری را. از ابن عباس رضی الله عنهما همچنین نقل است همین مفهوم. عن ابن عباس یعنی ان تحفظونی لقرابتی و تودونی و تصلوا رحمی، که ای فامیل، ای قوم، ای قریش، ای اهل مکه، ای مردم، شما قرابت مرا حفظ کنید. تحفظونی، مرا حفظ کنید یعنی با من کار داشته نباشید. لقرابتی، به خاطر خویشاوندی هم با شما. و تؤدونی، حق قرابت و خویشاوندی را ادا کنید. و تصلوا رحمی، صله رحمی بکنید با من، حرف من گوش کنید. پس پیغمبر برای اهل بیت چیزی نخواست. اگر برای اهل بیت بخواد خلاف مفهوم لا اسألكم علیه اجرا میشه. معنی این میشه که اونطوری که عزیزان ما میگند که من از شما اجر نمیخوام، فقط با اهل بیت من محبت کنید، بعد از این بذارید حکومت دست اینها باشه. پس همه چیز خواست دیگه، حکومت خواست، خلافت خواست، در حالی که پیغمبر چنین چیزی نمیخواد. یا تفسیر قرطبی نوشته ان تؤدونی قرابتی منکم، از شما میخوام ای فامیل هایم که قرابتم را ادا کنید. ای تراعوا ما بینی و بینکم، بین من و بین شما خویشاوندی هست، این رعایت کنید. فتصدقونی، مرا تایید کنید، تصدیق کنید که من پیامبر خدا هستم. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در این فرمان خودش خویشاوندی را و قرابت را وسیله قرار میده که به وسیله اون بیاید حرف من گوش کنید، ایمان بیاورید. رسول الله ایمانشون را میخواهد، نه اینکه برای خویشاوندانش چیزی بخواهد، منصبی بخواهد، مقامی بخواهد. این بدور است از جایگاه رسول الله. شان رسول الله بالاتر است. پس رسول الله چه چیزی را از اونها میخواد؟ از اونها ایمان میخواد، از اونها میخواد که حرف حق را گوش کنید. خب این معنایی هست که جمهور همین پسندیده. الا المودة فی القربى، قربا به معنی چی؟ قرابت، خویشاوندی. تفسیر دوم که بسیاری از محققین هم گفتند و شیخنا حضرت حسین علی رحمه الله هم همین تفسیر ترجیح داده، و اگر شما تدبر بفرمایید ما قبل آیه و ما بعد آیه به ذهنتون میرسه که همین تفسیر درستی هست. اونم اولی هم درسته، اینه که اینجا القربا به معنای تقرب. القربا به معنی چی؟ تقرب، نزدیک شدن با خدا، قرب خدا حاصل کردن. مثل زلفا هست نه؟ ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. مشرکین میگفتن ما خدایان را عبادت نمی کنیم تا ما را به خدا نزدیک بکنن. پس زلفا و قربا هر دو به معنی چی؟ به خدا نزدیک شدن. پس تفسیر آیه چی میشه؟ مفهوم آیه چی میشه؟ این میشه که ای پیامبر، طبق تفسیر دوم، به این قوم بگو من از شما اجر دیگه نمیخوام مگر این میخوام که محبت داشته باشید و قرب خدا را حاصل کنید. محبت و مودت داشته باشید، با من محبت داشته باشید، از این طریق به خدا برسید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. لذا از شما اینو میخوام. ببینید که این تفسیر را تفسیر خازن ذکر کرده، از ابن عباس، از حسن بصری، از قتاده منقول است.
الا ان توادوا الله وتتقربوا الیه بطاعته. الا المودة فی القربى یعنی چه؟ الا ان توادوا الله، مگر اینکه مودت و محبت با خدا بکنید. من فقط این از شما میخوام، با خدا محبت بکنید و تتقربوا الیه، به خدا قرب خدا را حاصل کنید، به خدا نزدیک کنید خودتون را. به طاعت با چی؟ به وسیله طاعت خدا، عبادت خدا. تفسیر خازن. الان ادامه آیه را نگاه کن، همین چیز حاصل میشه. قبل از این آیه هم همین مفهوم بود که الله چی میفرمود؟ الله چی فرمود؟ هر کسی که والذین آمنوا ذلك یبشر الله عباده الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مجده خدا برای چه کسانی هست؟ کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند. خب الا المودة فی القربى همینه که با خدا محبت کردن و قرب خدا حاصل کردن همون ایمان و عمل صالح است. در ادامه نگاه کن، از ادامه هم معلوم میشه که همین مطلب است. اینجا بحث خلافت نیست، اول درباره دنیا، بعد از این هم درباره دنیا و بهشت. در وسط چطور بحث اهل بیت بیاد؟ اشاره به اهل بیت نداره. عرض کردم که اهل بیت بر چشمان ما، اما تفسیر این آیه نیست. ما از هر جا نباید سعی بکنیم که درباره اهل بیت چیزی ثابت بکنیم مگر اینکه آیه اشاره داشته باشد. لذا الله می فرماید و من یقترف حسنتا، هر کسی که حسنه کسب کند، هر کسی که نیکی کسب کند، نزد له فیها حسنا، ما می افزاییم در اون نیکی هایش را. پس ببینید بحث قربت خدا هست یا نیست؟ بحث نزدیک شدن با خدا هست یا نیست؟ قرینه ادامه همین تفسیر چی می کند؟ تایید می کند. ان الله غفور شکور، بدون شک الله غفور است. غفور است یعنی چه؟ گناهان را می بخشد. شکور قدردان است. شکرگزار یعنی چه؟ یعنی قدردان. معنیش اینه که خداوند گناه مطیعین را می بخشد، عبادت اونها را قدردانی می کند. اگر شما عبادتی بکنید، شما نمازی بخوانید، الله ازش قدردانی می کند، سبب قرب خدا میشه، سبب قرب خدا میشه. ام یقولون افترا علی الله کذبا، باز هم زجر قولی هست، یعنی خداوند نقل قول کرده از مشرکین و سخن بی‌ادبانهشون را ذکر می کند و جوابشون را هم میده. پس از این جهت اونها را سرزنش می کند. ام یقولون افترا علی الله کذبا، آیا اینها میگویند العیاذ بالله پیغمبر افترا گفته بر خدا، افترا به دروغ؟ الله عزوجل جواب میده کسی که افترا بگوید، کسی که بر خدا چیزی ببندد و درست بکند، اون قادر نمیشه که حرف بزنه. اون خدا دهنش را مهر میکنه، اون کارش به پیش نمیره، پیشرفت نمیکنه. این پیامبر ما روز به روز کارش داره به پیش میره. این دلیله که این پیامبر از خود نگفته، هرچی میگه از الله میگه. فَإِن يَشَإِ اللَّهِ، اگر خدا بخواهد، یختم علی قلبک، بر قلب تو مهر میزند. یعنی اگر بر خدا العیاذ بالله افترا بگویی، از خود درست کنی، و یمحو الله الباطل، اما خداوند عزوجل باطل را نابود میکند، و یحق الحق بکلمته، و خداوند حق را ثابت میکند با ارشاداتش، با راهنمایی هایش. به کلمت معنیش با ارشاد و راهنمایی هایش، با اقوالش. الان شما که دارید روز به روز به پیش میرید و ثابت میشوید، این دلیل حقانیت شماست. پس مشرکین بی خود و بی جا میگویند انه علیم بذات الصدور، بدون شک ذات الله عزوجل علیم هست، دانا هست
بذات الصدور، به اسرار سینه ها. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اینجا خدای عزوجل ترغیب میده به سوی توبه. ببین هرچی شبهه داشتند، هرچی سوال داشتند، هرچی ایراد داشتند پاسخ داده شد. الان دیگه راهی دیگه نمانده، بیا مسلمان شو، بیا ایمان بیاور. اگر توبه بکنی خداوند میپذیرد، اگر توبه بکنی خدا قبول میکند، تمام پرونده گذشته شما را مختومه میکند، گناهان شما را پاک میکند. لذا تشویق است به توبه. الله می فرماید در این هم ذکر برکات توبه هست. توبه برکاتی هم دارد. سبحان الله، کسی از صدق دل توبه بکند حد اقل برکاتش اینه که پرونده گذشتهش هر چه سنگین باشد تمام میشه. یک انسانی بعد از 70 سال، بعد از 80 سال تمرد، سرکشی، گناه، معصیت، خدا فراموشی، بعد از 70 سال میاد میگه خدایا به در تو توبه کردم. 70 سال هر چی کرده خدا پاک میکند. چقدر غفور و رحیم است. با یک شب گریه. دوستی تعریف میکرد یه جای جماعتی رفته بود، یک کسی را از ثروتمندان دعوت داده بود. اون گفته بود در جواب که من اینقدر تو زندگیم بد کردم و پرونده‌ام خرابه که من تو این آخر عمرم هر چی بکنم خدا منو نمیبخشه. جماعتی ها افراد با حکمتی بودند، گفته بودند نه اونطور نیست، خدا را نشناختی، اونطور که شما فکر میکنید نیست. الله عزوجل اگر توبه صادقانه ببینه در یک لحظه میبخشه. خلاصه به او قبولانده بودند و باورش داده بودند که خدا میبخشه. اومده بود آخر تو مسجد، کسی که میگه من 70 سال از خدا عمر گرفتم تا به حال داخل این مسجد ندیدم، تا به حال پا نگذاشتم، همهش با دنیا و با مادیات سر و کار داشته. یک شب با جماعت میمانه، منقلب میشه، متحول میشه. شب دوم میگه دیدن یک گوشه ای از مسجد سر و صدایی هست. همین بابا یک گوشه ای، همه خوابیدن، این سر به سجده گذاشته، گریه میکنه، میگه خدایا بعد از 70 سال آمدم و از تو امید دارم. میگه اینقدر گریه کرد بعدا رفقا دیدن همونطور در حالت سجده جان داده رفته برده. لذا این نشانی هست که خدا اگر بخواد خاتمه کسی را به خیر بکند الله عزوجل قبول میکند، به شرط اینکه انسان صادقانه توبه بکند. ببینید رب چی میگه؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الله آن ذاتی هست که قبول میکند توبه را از بندگانش و یعفو عن السیئات، به برکت توبه عفو میکند تمام گناهان گذشته را، سیئات گذشته را، اما به شرط اینکه توبه از صدق دل باشد، از صمیم قلب باشد، با اخلاص کامل باشد. به این خاطر میفرماید و یعلم ما تفعلون، میداند خدا شما چی میکنید. یعنی چه؟ ترغیب به اخلاص هستین. ترغیب به چیه؟ به اخلاص. یعنی واقعا توبه کن، واقعا بیا به سوی خدا، از ته دل بیا. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و اجابت میفرماید، بشارت و مژده هست، اجابت میفرماید از کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، دعای اونها را اجابت میکنند.
عبادت اونها را قبول میکند و اون اندازه که اونها از خدا میخوان اون اندازه نه بیشترم میده. و یزیدهم من فضله. سبحان الله، فضل داره خدا، ذو الفضل العظیم است، ذو الجلال والاکرام است، می افزاید در اونها از فضل خودش. اما اگر کسانی بر کفر و شرک تمرد بکنند و بر نگردند، برای اونها هم وعید شدید الله حفاظت کند. والکافرون لهم عذاب شدید. کافران برای اونها عذاب بسیار سخت است. صدق الله العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان